سلام، من ابوالفضل هستم. امروز قراره در مورد روز اول سفرم به قشم براتون بگم، پس با من همراه باشین. من همیشه دوست داشتم که با رفیقام سفر برم، ولی خب هر دفعه بنا به دلایلی نمیشد. حالا یه نفر یا مریض میشد یا برنامهش اوکی نمیشد که با هم بریم. هر دفعه نمیشد که ما با دوستامون سفر بریم. از اینجا به بعد این فکر به ذهنم رسید که چه چیزی جلومو میگیره که من خودم تنهایی برم سفر. اولش فکر میکردم که نه، تنهایی خوش نمیگذره، ولی باور کنید یک سری لحظات بود که من مطمئنم اگه با دوستان میرفتم انقدر بهم خوش نمیگذشت. و دوم این که آدم میتونه به تنهایی سفر کردن به چشم یک چالش نگاه کنه. شما وقتی که تنهایی سفر بکنید یک احساس جسارت خاصی پیدا میکنید. این شد از مزایای تنهایی سفر کردن. من رسیدم ترمینال، بعد این مسئوله گفتش که اتوبوس خراب شده. یعنی شما فکر کن برنامه‌ریزی میکنی، بلیت میگیری، با کلی ذوق و شوق میری ترمینال، بعد میگن که اتوبوس خراب شده. ولی خب یه چیزی که مهمه اینه که یکم پافشاری رو داشته باشین. اینجوری نبود که تا طرف گفت اتوبوس خرابه من برگشتم خونه و بیخیال سفر بشم. من دیدم که 2 اتوبوس هستن که مقصدشون تهرانه. یکیشون میرفت ترمینال بیهقی، یکیشون میرفت ترمینال جنوب. دیدم که این راننده ترمینال جنوب داره با مسئول بخش صحبت میکنه که آره من برای چند نفر جا دارم و میتونم با خودم چند نفر رو ببرم. منم سوار همین اتوبوس ترمینال جنوب شدم. داخل ادامه من یه ادیت زدم از روز اول سفرم. امیدوارم که خوشتون بیاد. How old is he? 2 years. 2 years? 2 years. Azizo! Thank you. Quran? Quran. Handshake kar. نمیتونم. Right hand. Right hand. Oh, Quran, شما. bye bye kar. So you have this tradition to shake hand with right hand. Yes? Bye bye. Azizo! Bye bye. He is very cute. Can I steal him? Can I steal him for myself? خیلی ممنونم که ویدیو رو تا آخر دیدید. اگه اهل سفر کردن هستید برام کامنت بذارید و از تجربه سفر کردنتون برام بگین. موفق باشین.